من یک کفتر داشتم، سوگلی من بود، گم شد. هر جا گشتیم پیدا نکردیم. تو داخل یک کفتردونه کنج حیاط بود، ما کبوترها رو اونجا میذاشتیم، هنوزم همونجا. این کفتر گم شد دیگه، در همسایه اینور اونور. یه روز من تو حیاط بودم، داشتم آب میدادم این باغچه و درخت‌ها رو، دیدم یه جفت چشم ته این کفتردونی داره به من نگاه میکنه. گفتم خدا این چی؟ رفتم. جناب کاردان، یه لایه ما گلدونای کوچیک گذاشته بودیم، با دیوار یه وجب فاصله داشت. این کفتر افتاد تو این فاصله و جفتش 5 روز 6 روز کنار این نشست. اگر ما دوربین داشتیم شاید این جفتش بهش غذا هم میداد. این حیوان من از اون تو در آوردم، جفتش از خوشحالی بال میزد، میگشت دور من. عشق. اون وقت کفتر یه همچکالی نسبت به هم نوعش میکنه. آدم چجوری میتونه یه نفر دیگر رو از زندگی محروم کنه؟ اون وقت من بی‌تفاوت باشم جناب کاردان، برم احتکار بکنم که